مامان چیکار داری میکنی؟ تصویر میبینی؟ خب خیلی از گرفتاری های مردم باز کرد. وفات خانم الم‌البنین پنجشنبه 13 آذر، دقیقاً همین روز خیلی های نظر انجام می‌دن. باورت نمیشه حتی محال‌ترین حاجت ها از طریق این نظر برآورده میشه. یه تکنیک ساده هم بیشتر نداره این تصویر. کافیه در روز وفاتشون فقط 184 مرتبه بگی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. میگن کورترین گره ها رو در روز وفاتشون باز میکنه. اگه داری این ویدیو رو میبینی برای 5 نفر بفرست، حتی برای کسایی هم که نمیشناسی بفرست. دعای خیرشون باعث حاجت روایی خودت میشه. اگه هستی تشکر.